روستای شیرآباد شهرستان نیکشهر با چشماندازهای بکر و طبیعی یکی از مناطق گردشگری این شهرستان است و اغلب هم استراحتگاهی برای مسافرانی که عازم بندر چابهارند. این روزها چابهار یکی از مقاصد هدف گردشگری در استان پرجاذبه سیستان و بلوچستان به شمار میره. در مسیر این بندر اقیانوسی، روستای شیرآباد در بخش لاشار نیکشهر توقفگاهی است برای لذت بردن از آبشارها و چشمه‌های آب گرم. از آبشار دیدن کردیم و کپرهایی که تو مسیرمون بوده. فعلا هم که تو یکی از اینا ساکن هستیم. در مسیر رودخانه شیرآباد که می‌رفتیم، صدای شرشر آب موسیقی دلنوازی را می‌نواخت و طبیعت زیبای آن شده بود مقصد گردشگران. با خانواده خودمون اومدیم اینجا از این طبیعت زیبای روستای شیرآباد استفاده کنیم. الحمدلله جای بسیار زیبا و دیدنی است. از ابتدای ورود به روستا تا انتهای اون ما شاهد آبشارهای پرآبی هستیم با ارتفاع چیزی اولوهوش 5 تا 6 متر و به غیر از آبشار ما 2 تا چشمی آب معدنی و آب درمانی داریم که به دلیل خواص گوگردی که داره برای امراض پوستی در واقع حائز اهمیته. برای بیماری های پوستی ما از سال تقریبا 30-40 سال پیش اینجا رفت آمد داشتیم. برای بیماری پوستی عالی و مثمر بود. رودخانه پرآب، چشمه‌های آب گرم و ده‌ها جاذبه طبیعی روستای شیرآباد را به هدف اول گردشگری منطقه لاشار معرفی کرده است. مشتاق رئیسی، روستای گردشگری شیرآباد، نیکشهر.